صحن سخن باز می شود، این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود میفرستم خدمت همه شما دوستان عزیز، بینندگان محترم برنامه علامت سوال. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های علامت سوال از شبکه SAT7 پارس. عزیزان همونطور که میدونید این برنامه معمولاً یعنی همیشه به صورت پخش زنده است، اما خدمت شما عزیزان بگم که این برنامه به طور مخصوص از قبل ضبط شده و متاسفانه به صورت لایو و پخش زنده نیست، ولی شما همچنان میتونید در طول برنامه با ما در تماس باشید. برنامه رو که دارید تماشا میکنید برای ما پیغام هاتون رو بفرستید و حتما به دست ما خواهد رسید و در برنامه‌های آینده اگر سوالی باشه، نظر خاصی باشه، حتما به پیغام های شما عزیزان رسیدگی خواهد شد. مثل همیشه برنامه رو میتونید از طریق شبکه SAT7 پارس ماهواره یاست تماشا کنید، همچنین بر روی اینستاگرام و فیسبوک SAT7 پارس و SAT7 پارس لایو هم میتونید برنامه رو ببینید، به اضافه که بر روی یوتیوب SAT7 پارس هم برنامه در حال پخش هست، میتونید از این طریق هم برنامه رو تماشا کنید. مثل همیشه همونطور که میدونید میتونید از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید. از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب راههایی هستن که به صورت نوشتاری میتونید پیغام هاتون رو برای ما بفرستید. همچنین از طریق دو اپلیکیشن واتساپ و تلگرام با شماره تلفن 2035 79 99 37 772 میتونید پیغام های نوشتاری رو بفرستید و از طریق تمامی این راه ها میتونید همونطور که گفتم اگر شهادتی دارید، اگر تجربه ایمانی دارید، اگر نظری دارید، اگر صحبت خاصی و یا سوال خاصی دارید برای ما بفرستید. اگرچه این برنامه به صورت پخش زنده نیست ولی حتما در برنامه‌های آینده به مطالبی که برای ما فرستاده شده خواهیم پرداخت. بریم یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با برنامه رو ببینیم و برمیگردیم همراه با مهمان برنامه با شما خواهیم بود و بحث امروز رو شروع می‌کنیم. بله دوستان عزیز، راه ارتباطی با برنامه رو دیدیم و مثل همیشه مطابق هر هفته در خدمت مهمان بسیار عزیزی هستیم و امروز هم در خدمت خواهر لویز مخوف عزیز که بعد از مدت‌ها به جمع ما پیوستن و بسیار خوشحال هستیم که خواهر لویز جان می‌بینیمتون. خیلی خیلی خوش اومدین. سلام سالی جان، هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. ببخشید که یک میگن غیبت کبرا، یه غیبتی افتاد این فاصله به خاطر مشغله های خانوادگی و چیزای دیگه کاری، یه خورده فاصله شد. ببخشید منو، ولی مرتب به فکر شما عزیزان بودم و برنامه ها رو نگاه می کردم. خواستم در ضمن این رو بگم که در ماه اخیر، در دقیقا این یک ماه اخیر به شکل خاصی خداوند یه چیزی رو برای من برجسته کرد که مرتب به جرات میتونم بگم که هر روز خوندم این رو
اونم رساله فیلیپیان بود، 4 باب کوتاه و خیلی سریع، یعنی در کنار اون من همیشه از اول شروع میکنم به خوندن تا آخر. در کنار این رساله را مرتب میخوندم و این مسئله البته مسائل مختلف و پولس از زندان مطرح میکنه، ولی این فکر مسیح که میگه که فکر مسیح رو داشته باشید و توضیح میده، میگه که فکر مسیح، این فکر که در مسیح بود در شما باشه. و میبینیم میگه که خود را خالی کرد. این مسئله خود را خالی کرد خیلی بر من برجسته شده و خودم رو حقیقتش زیر ذره بین گذاشتم و برای من یه چالشی شد که دوست داشتم این چالش رو با شما، با بینندگان عزیز مطرح کنم که حقیقتا این که میگه خود را خالی کرد چی هست؟ آیا من نوعی واقعا از خودم خالی هستم؟ این که میگه شبیه مسیح بشیم، آیا من خودم خالی هستم؟ اگه دیگران رو تشویق میکنم آیا خودم همون رو انجام میدم؟ این برای من یه چالشی شد. واقعا دعا میکنم تو این چالش، اگه برای هر کدوم از ما اینم یه چالش شد، روح خدا کمکمون بکنه ببینیم از چیها باید خالی بشیم و از چی باید پر بشیم. آمین دعای آمین من برای هممون همینه. آمین. خیلی ممنونم خواهر لویز جان، شما همیشه از این دعاها و به هر حال صحبت‌های پربرکت رو برای ما میارید، واقعا سپاسگزارم. و امروز هم موضوعی هم که انتخاب کردین بسیار موضوع مهمی هست و شاید نمیدونم به نظر ساده بیاد، ولی مطمئنا خیلی بحث و صحبت پشت این موضوع نهفته. امروز میخوایم که صحبت کنیم در رابطه با نام‌ها و نقش‌های مختلف روح القدس. خب شاید اول از هر چیز یک در واقع به طور خیلی خلاصه و کوتاه اشاره داشته باشیم به روح القدس. ما میدونیم همه عزیزانی که بیننده برنامه هستن از زمینه مسیحیت نیستن یا با مسیحیت شاید به طور کامل آشنایی نداشته باشن و مسئله روح القدس فقط در مسیحیت ما بهش برخورد میکنیم. ببینیم واقعا روح القدس چی هست و یا کی هست به قول معروف، و اینکه نام‌ها و نقش‌هاش به چه صورت هست. میشنویم از شما. بله بله. خب ما از همون شروع کتاب مقدس، وقتی که از کتاب پیدایش میخونیم تا کتاب مکاشفه، تقریبا اگر غلو نکنم واقعا ما میبینیم که روح القدس توی هر صفحه هست، به انواع و اقسام مختلف، به اسامی مختلف، کارکردهای مختلف. ما میبینیم از همون شروع پیدایش، خلقت، در واقع میبینیم که روح خدا به همراه خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح در خلقت کائنات و همینطور در خلقت تمامی جهان دست داشته. روح القدس فکر، احساس و شخصیت و اراده داره و درست مثل خدای پدر، خدای پسر، با عناوین مختلف در طول کتاب مقدس ذکر شده. ما خیلی اسامی مختلف هست و میدونیم که در عهد عتیق روح القدس به شکل مقطعی یا بگم که برای انجام یه مأموریتی می اومد، اون انبیا رو به اصطلاح مجهز می کرد یا پیام رو می رسون، بعد می رفت بالا یا افراد خاصی رو پر می کرد، مس می کرد، برای انجام یه مأموریت‌های خاصی به اصطلاح ظاهر می شد. و اغلب می بینیم که به شکل نبوت با انبیا، به شکل پیشگویی، به شکل حتی اخطار داوری، انواع و اقسام. ولی در عهد جدید ما می بینیم وقتی که پنتیکاست اتفاق افتاد، اینطور که از کلام میفهمیم در بین ایمانداران ساکن شده و الان که با شما دارم صحبت میکنم، الان که بینندگان عزیز دارن برنامه رو نگاه میکنن، روح القدس در زمین داره کار میکنه و فعال هست و هنوز از زمین گرفته نشده. خب همطور که گفتم با عناوین مختلف در کلام خدا ظاهر شده یا ذکر شده ازش.
ما اولین چیزی که اسمی که در مورد روح القدس ما میبینیم که او رو روح حیات اسم برده که روح حیات رو به زمین عطا کرد و این روح حیات در واقع نیرویی هستش که کاربرد و به اصطلاح کاربرد قوانین طبیعت رو تو هماهنگی و انتظام کامل و نظم کامل به جهان میاره. ما میبینیم این روح حیات در نباتات گذاشته شده، در حیوانات گذاشته شده، در انسانها و همینطور که میدونیم در کائنات هست. ستارگان میمیرن، ستارگان متولد میشن. پس ما میبینیم یه روح حیات هست که به شکل کلی در تمام کائنات در جریان هست و در کتاب ایوب ما میخونیم این رو که ایوب 33:4 میگه که روح خدا دنیا رو خلق کرد. میگه روح خدا مرا آفریده، نفقه قادر مطلق مرا زنده ساخته. ما میبینیم که این روح حیات سلامتی خدا رو باز به ما میده، همون چیزی رو که خود عیسی مسیح در یوحنا 14:27 میگه که سلامتی رو برای شما میذارم، سلامتی خود رو به شما میدم، نه آنچنان که دنیا میده. بس میگه که من به شما میدم. ما یه حیاتی رو در واقع در دسترس داریم. بعد روح آزادی هست. ما میخونیم که میگه هر جا روح خداست آنجا آزادی هست، که اینو در دوم قرنتیان 3:17 میخونیم. ما میبینیم که روح القدس با پدر و پسر یکی هستن و این ستا تو یوحنا 8:36 میگه که پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید بود. ما چون آزادیم روح خدا ما رو قوت میده روزانه در اون آزادی قدم برداریم که خدا توسط مسیح برای ما فراهم کرده. بس آزادی در مسیح برای ما با نجات شروع میشه و به ابدیت ختم میشه. آزادی از خیلی چیزها، از خواسته های خودمون، از به اصطلاح اعمالی رو که قادر به اصطلاح پیروزی بر اونها نیستیم. ما میبینیم که الان این مسئله از طریق روح القدس ما میتونیم از اونها آزاد بشیم، از محکومیت گناه، از مرگ روحانی، از چنگ شریر، آزادی از خودمون همطور که گفتم و در هر حال آزادی برای زندگی مقدس و زندگی پرثمر. بعد ما میبینیم که روح خوشی اسم برده میشه که یکی از ثمره 9گانه روح القدس هست که میگه خوشی زمانی اتفاق میفته که روح خدا در ایمانداران ساکن میشه که این خودش حاصل کار شخصیت سازی روح القدس است. روح القدس وقتی در ما ساکن میشه شخصیت ما رو شبیه مسیح میکنه و ما میبینیم که او در روح خوشی میکرد و علی رغم همه طوفان‌هایی که دور و برش بود در اطمینان راحت میخوابید. ما میبینیم در یک اطمینان و یک خوشی ساکن بود. البته وقتی که میگیم خوشی در واقع بیان کننده ملکوت خداست، تأثیرات کارهای خدا بر زمین. ما در رومیان 14:17 آیه معروفی است که اونجا پولس رسول میگه که ملکوت خدا عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدس هست. پس ما میبینیم که این خوشی حاصل از رهایی و آزادی، در واقع اون خوشی از نجاته که ما میبینیم که پولس رسول به این مسئله اشاره میکنه. خوشی حاصل از حضور خدا، خوشی که روح القدس ما رو به سوی خدا میکشونه. پس میبینیم که خوشی با شادی یه مقدار فرق داره، گرچه از نظر من شاید یه مقدار بازی با کلمات باشه، برای اینکه هر دو اینها رو احساسی که خدا در ما آفریده. ما اغلب میبینیم که از خوشی بیشتر صحبت میکنه تا شادی. میگه شادی یک احساس خوبه که نسبت به این داره که یه اتفاقی خوبی اتفاق بیفته و ما شاد بشیم. اما خوشی علی رغم این که حالا اون اتفاق خوبم اتفاق نیفته، ما این رو داریم برای اینکه یه بنیاد محکمیه که میتونیم در رابطه نزدیک با خدا تو زندگیمون داشته باشیم این رو. و بعد یه نکته بسیار مهم دیگه در مورد اسامی روح القدس ما ببینیم که روح مکاشفه است. این مسئله مکاشفه در واقع از کشف میاد. اون معنی اصلیش یعنی این که
روشنسازی، یه چیزی انگاری نوری بیفته و شما واضح این رو ببینید و درک کنید که این یکی از کارهای مهم روح القدسه که برای دنیای سقوط کرده ای که ما توش هستیم کمکمون میکنه ما نه تنها درک کنیم نقشه های خدا رو، بلکه وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم این آیات رو کمکمون بکنه ما بفهمیم. این از طریق روح مکاشفه در ما صورت میگیره. همطور که در اول قرنتیان باب 2 ما میبینیم میگه که روح خودش همه اینها رو بر ما کشف میکنه و بعد میگه که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا رو هم تفحص میکنه که برای درک مکاشفه خدا به نظر من اول قرنتیان باب 2 باب بسیار مهمی است که تشویق میکنم بینندگان عزیز این رو به دقت بخونن. و بعد میبینیم که روح قوته که اول ما میبینیم که خیلی به این مسئله روح خدا به عنوان روح قوت اشاره میکنه، مثلا تو زکریا 3، میکا باب 4، یا همونطور هم پولس در به اصطلاح رساله به تیموتائوس اونجا میگه که خدا روح ترس رو به ما نداده بلکه روح قوت، روح محبت و همینطور تأدیب رو. ما میبینیم که خود عیسی مسیح میگه به قوت روح عمل میکرد، به قوت روح به اصطلاح این معجزات انجام داد. پس ما میبینیم که همطور هم در اعمال باب 1 وقتی هم که صعود کرد رفت بالا، قبل از اون برگشت به اینا گفتش که چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. یا در منزل کرنیلیوس وقتی که پتروس میره ما میبینیم که اونجا روح خدا به قوت میگه، پتروس مطرح میکنه که به قوت مس شد، مس بود و سیر کرده اعمال نیکو به جا میاره. پس روح قوت هست و همینطور روح محبت. روح محبت ما میدونیم روح القدس خداست، همونطور که گفتم یکی از اون شخصیت های تثلیث اقدس هست. خداست که محبت رو در دلهای ما میریزه چون خودش محبته. ما میبینیم در رساله اول یوحنا باب 4 آیات 7 و 8 ما میبینیم که زیرا که محبت از خداست، هر که محبت بکنه خدا مولود شده و کسی که محبت نمیکنه خدا رو نمیشناسه. بعد میگه زیرا خدا محبت است. پس ما میبینیم که محبت همینطور یکی از میوه های روح القدس هست که در لیست اون ثمره 9 گانه روح القدس محبت هم بهش اشاره شده. پس خدا تماما محبته، پس روح القدس هم کامل محبته و از روی محبت او بود که ما آیه معروف و طلایی کتاب مقدس رو داریم که میگه و خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. ما میبینیم که میگه تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه حیات جاودانی بیاره. این حیات جاودانی در نتیجه محبت ابدی و ازلی خدا هست برای من و شما. و بعد از اون ما میبینیم که روح حکمته. وقتی میگیم روح حکمت، من اول برنامه در مورد فکر مسیح گفتم، برای من این چالش شده و من جنبه خالی کردن خودمون از خودمون اشاره کردم. ولی وقتی که روح حکمت رو میگه یعنی اینکه فکر مسیح، این مأموریت روح القدس که ما وقتی بهش جواب مثبت میدیم فکر مسیح رو در ما میذاره تا فکر ما رو به اون تازگی ذهن که پولس رسول در باب 12 رومیان بهش اشاره میکنه، اون تازگی ذهن رو ما رو تبدیل بکنه و فکر مسیح رو در ما جایگزین بکنه. ما میبینیم که روح حکمت و باز در عبرانیان باب 8 به این مسئله اشاره میکنه که میگه که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد، بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود، ایشان مرا قوم خواهد بود. پس ما میبینیم این حکمت خدا، اون فکر و ذکافت، اون دانش مخفی و مافوق الطبیعه خدا هست. و حکمت خدا مثل سریه که توسط روح القدس به ما در واقع آشکار میشه. حکمت دنیا نیست. این مسئله رو میخوام تاکید کنم که حکمت خدا حکمت دنیا نیست. در واقع بنیاد و زندگی ما هست که خانه روحانی خودمون رو به حکمت بنا بکنیم. و بعد از اون من چند تا به اصطلاح عنوانها رو سریع اشاره بکنم. ما میبینیم که میگه روح خدا،
خیلی واضحه. اغلب در کلام به این مسئله صحبت میکنیم و وقتی خود خدا پیام میده ما میبینیم انبیا میگن که روح خدا این رو گفته، یا خداوند این رو گفته، یا یهوه این رو گفته. اون روح خدا که در یوئیل هم بهش اشاره میکنه در ایام آخر روح خود را بر تمامی بشر خواهم ریخت، میگه پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، پیران شما رویاها خواهند دید. یا ما میبینیم وقتی فرعون در مقابل حکمتی که یوسف در مورد تعبیر خوابش چیز میکنه، یه جمله جالبی اونجا، فرعون که یه مصری، یک کاملا بت پرست، برگشته میگه که آیا کسی را مثل این توانیم یافت، مردی که روح خدا در وی هست. خب بعد میبینیم که روح یعنی خدا خالص ببخشید من اینجا صحبتاتون رو قطع میکنم، چون این سوالیه بله. که خیلی وقتا پرسیده میشه، میدونم هم خیلی سریع باید بقیه رو ادامه بدین. روح خدا همون روح القدس هست؟ چون بعد دقیقا همون هست یا اینکه تفاوتی بینش هست؟ نه، هیچ تفاوتی نیست، همون روح القدسه. همونطور که گفتم یک شخصیته با عناوین مختلف. ما میبینیم خود مسیح، شما نگاه کنید چقدر اسامی از عهد عتیق تا به عهد جدید بهش گفته شده. در ما میبینیم پسر انسان گفته شد. اون روحی که دمیده شد در انسان در انسان دمیده شد چی؟ آیا اون روح القدس روح القدسه؟ در پیدایش همون چیزی که اول گفتم روح حیات، این همون روحی است که در بینی آدم دمیده شد. خب پس این آیا یعنی این ربطی نداره به این که یعنی پس همه انسان ها دارن در واقع روح القدس رو؟ بله روح حیات شامل همه هست. این روحی هست که در همه کائنات داره عمل میکنه. روح حیات همون اولین چیزی که اسم بردم همین مسئله بوده. بله همون روح هستش، روح خدا، روح خداوند. شما ببینید وقتی که ما تو فارسی ترجمه میشه روح خدا، در بعضی جاها ما میبینیم که روح خداوند یا روح یهوه. ببینید این تو فارسی زیاد مشخص نیست، برای اینکه ما تو فارسی اینو نداریم که مثلا یه چیزی رو که میخوایم تاکید روش بذاریم روی مقام و اینا با حرف اول بزرگ اینو بنویسیم. ولی تو انگلیسی اینو داریم، اونجایی که به اصطلاح با حرف اول ال نوشته میشه Lord، the Lord، بعد زیرش خط کشیده میشه، همون روح خداونده. اگه خط نداشته باشه خداوند ترجمه میشه، ولی وقتی که خط کشیده شده و ال بزرگ است، البته در هر دو مورد ال بزرگ است، ولی وقتی خط هستش زیرش منظور خداوند یهوه. این رو پس خالص چطور اگر همه انسان ها همون اول دارن روح القدس رو، پس چطور در عهد قدیم گفتین که میاد و میره در جاهایی حالا به صورت در واقع نبوتی یا مسائل دیگه و بعد از اون مسئله از زمان پنتیکاست میاد و در بین ما ساکن میشه؟ ببینید ما روح حیات وقتی میگیم این یک اصلیه که خدا در پیدایش این رو قرار داد. شما اگه دقت بکنید وقتی که در مورد نباتات یا حیوانات یا انسان میگه، اغلب تاکید میکنه، میگه هر کدوم مثل خودشون رو تولید کنن. یا نباتات رو میگه تخم داشته باشن که این تخم مثل اون تولید کنه. ما یه روح حیات بخشی به عنوان تنفس، به عنوان موجود زنده، حالا تنفس کلمه درستی نیست، موجود زنده، ما به عنوان موجود زنده حیات داریم. یه این حیاته. ببینید کار روح القدس فقط حیات نیست. ما روح القدس رو داریم میگیم که کارکردهای مختلف، تنها فقط حیات نیست، این کارکردهای مختلف داره، مأموریت‌های مختلف داره. در هر مقطع از زمان ما میبینیم در کارکردهای مختلف داره در صفحات کتاب مقدس ظاهر میشه، از جمله نبوت. حالا پیام رو وقتی که میگیم مأموریتی هست، اون پادشاه یا نبی رو وقتی که مس میکردن، به روغن مس میکردن، برای انجام یک، این سمبولیک بوده، برای انجام یک مأموریت خاصی بوده. خب الان این روح رو به همه در عهد جدید بعد از اینکه کار فدیه مسیح انجام شد ساکن شده. خب دیگه به اون شکل نیست بیاد پایین یه کاری رو انجام بده بره بالا. در حین اینکه بالا بود
کارکردهای مختلف خودش رو داشت، ولی تو صفحات کتاب مقدس در عهد عتیق میبینیم برای انجام مأموریت‌های خاصی میومد افراد رو مجهز میکرد. پس این روح خداوند یهوه که اسم بردم، همونطور که گفتم، این اون روحی هست که اشعیا برمیگرده میگه کیست، در باب 40 آیه 13 میگه کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده یا او را تعلیم داده باشد. ما میبینیم که روح القدس هم تعلیم میده، هم قانون رو در قانون کائنات به عنوان یکی از شخصیت‌های تثلیث اقدس، و یا اینکه مشاور به عنوان روحی که مشورت میده. پس ما میبینیم فقط یک کار حیات بخشی نیست، جنبه های مختلف داره. شایع ترین اسمی که براش داریم امروز، من و شما چقدر این کلمه رو استفاده کردیم، اونم روح القدسه. روح القدس شایع ترین عنوانی هست که ما در کتاب مقدس میبینیم و جنبه های مختلف. ببخشید خالص، من به خاطر اینکه اینو میخوام یه مقدار بازتر بشه و میدونم زمان خیلی هم نداریم، ولی اینکه جنبه های مختلف، خب به خاطر که خب بسیار گفته میشه که از زمانی که شما تولد تازه رو داشته باشی روح القدس رو دریافت میکنی و خب خیلی از این میوه هایی که به همراه داره، از جمله حکمت، از جمله همونطور که گفته شد حالا محبت، که شاید حالا محبت در پیش هم داشتی، یا خیلی مسائل دیگه که ما میدونیم، قوت و خیلی چیزای دیگه که زندگی تغییر پیدا میکنه. آیا یعنی این عملکردهایی که روح القدس داره در شرایط مختلف باید در واقع جایگاهش آماده بشه که بتونه در واقع اون تغییرات رو یا اون در واقع نقش ها رو در زندگی ما ایجاد کنه، یا این که چون من بحثم اینه که اگر من به شخصه از اول تولدم این رو داشتم، چرا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم من این روح حکمت و یا این قوت و یا خیلی چیزای دیگر رو نداشتم، ولی الان خب میگم که مثلا تجربهش کردم. چه تفاوتی هست به قبل از ایماندار بودن و بعد از اون؟ نه، سوال بسیار خیلی جالبی رو اتفاقا کردید و کاملا هم بجا هست این مسئله. ببینید، ما یه مکاشفه خاص داریم، یه مکاشفه عام داریم و ما مأموریت خاص و مأموریت عام داریم. ببینید، وقتی که میگیم عام یعنی یک چیزی، یه قانونی، یه چیزی که خدا برای همه برقرار کرده. همه ما این مسئله در کائنات، مسئله روز و شب رو تجربه میکنیم بدون استثناء. شب بعد از روز میاد، روز بعد از شب میاد، یا فصول ساله. اینا مکاشفه عام خداست. خب خدا یک قانونی در کائنات گذاشته به عنوان یک قانون عام. بعد ما یه چیز خاص داریم. وقتی کسی جواب مثبت به خدا میده، به دعوت خدا میده و نجات پیدا میکنه، روح خدا به شکل خاص در ایمانداران ساکن میشه و تازگی ذهن رو ایجاد میکنه. اون تولد تازه، پس در واقع اون بستر با آماده بشه. بله. اون خلقت تازه در ما زمانی صورت میگیره که وقتی ما جواب مثبت به دعوت خدا میدیم و خلقت تازه برای ایمانداران هست. برای کسایی که گفتم روشنسازی، وقتی اون روح مکاشفه خاص صورت میگیره در مورد خودم که من میدونم گناهکارم، باید توبه بکنم و ایمان بیارم، اون وقت روح خدا آزاد هست، میاد در من کار میکنه. دلیلش هم اینه، هدف اینه که به اون بلوغ روحانی برسیم. در عین حال پولس بهش اشاره میکنه به شباهت مسیح یافت بشیم، اون زندگی مسیح گونه در ما شروع بشه. زندگی مسیح گونه رو شما بیرون از مسیحی ها نمیبینید. این اون مأموریت خاصه که فقط برای قشر خاصی صورت میگیره. بله، ولی مکاشفه عامش در اینه که بله، خدا یک تو جامعه، الان اینو گفتید یاد یه آیه‌ای افتادم در 10:9 یا 9:10 جامعه برمیگرده میگه که و خدا ابدیت را در دل انسان قرار داد. این اون چیز عامه. خدا یه چیزی مثل حالا بگیم وجدان، خب یه چیزی از خودش رو، جوهری از خودش رو که خودش ابدی و ازلی هستش، از خودش در دل ما گذاشته. این یک اصله و هیچ انسانی نمیتونه این رو انکار کنه. خب
اگر اجازه بدید یه چند تا رو به سرعت بگم. بله اسامی رو فقط میگم. ممنونم، مرسی. روح قدوس وعده، و بعضی جا فقط روح اشاره میکنه. روح راستی، روح قدوسیت، روح مسیح، روح پسرش، همه اینا آیاتش هست. روح فرزندخواندگی، روح ابدی، روح فیض، روح جلال، روح آزادی، روح نیکو، روح فهم، روح مشورت، روح قدرت، روح علم، روح مکاشفه، روح داوری، روح انصاف، روح نبوت، تسلی دهنده، روح مدد کننده، وکیل یا شفاعت کننده. و عزیزان بیننده و خود شما هم میتونید هر چقدر خواستید به این لیست اضافه کنید، چون که واقعا با یه خدایی ما روبرو هستیم که لامتناهی، به قول معروف فنا ناپذیر و مبتکر. خدای مبتکر هر روز یه جنبه یا شاید چند جنبه از شخصیت‌های مختلفش رو تو زندگی تجربه بکنیم. من خودم یه تمرین برای خودم گذاشتم و فکر کنم توی یکی از برنامه ها هم گفتم تو هر صفحه کتاب مقدس من دنبال یکی از شخصیت ها یا هر سه شخصیت تثلیث هستم. گاهی وقتا هر سه تا رو پیدا میکنم، گاهی وقتا یکی از اینا، یا پدر یا پسر یا روح القدس، یا هر سه یا دوتا. به هر حال یه تمرینیه. تشویق میکنم شما هم این کارو بکنید. بسیار عالی. خیلی ممنونم واقعا خواهر لویز جان از موضوع بسیار مهمی که برای ما آوردین و پربرکت و به هر حال مطمئن هستم که برای دوستان بیننده هم بیشتر باز شد این موضوع و خب همونطور که گفتین اینقدر بحث عمیق و گسترده هست که خب واقعا زمان زیاد کافی نداریم، ولی ممنونم در این زمانی که داشتین بهش اشاره کردین. اما ما در برنامه علامت سوال بخشی رو داریم که مختص در واقع سوال 7 است. بریم با هم ببینیم و در واقع سوال رو از خواهر لویز بپرسیم، پاسخ رو بشنویم و بریم سراغ سوالات و نظرات بینندگان. بله، سوال 7: تفاوت بین تعلیم روح القدس و الهام روح القدس چیست؟ بله، تا حدی هم به بعضی قسمتاش اشاره کردیم به این مسئله. و خب اولا سوال بسیار جامعی هست، خیلی سوال خوبی هست و خیلی برخورد میکنیم. همینطور ما میبینیم که خود مسیح وقتی که تو باب‌های 14 و 16 یوحنا وقتی در مورد روح القدس داره میگه، به هر دوی این مسائل اشاره میکنه که تشویق میکنم بینندگان عزیز این دوتا باب رو خوب بخونن. در مورد تعلیم روح ما در یوحنا 14 میبینیم آیه 26 میگه که او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. ما میبینیم که روح خدا در مراحل مختلف زندگی ما رو تعلیم میده از طریق مطالعه کلام خدا. یه وقت میبینید از موعظه ها، یه وقت میبینید که از سایر ایمانداران، از شهادت های اونها و از امورات روزانه زندگی روح خدا استفاده میکنه، یه سری تعالیم به ما میده. و این تعلیم روح خدا جدا از تعلیم خود کلام خدا نیست. تعالیمی که ما میگیریم باید با
تعالیم کلام خدا همخونی داشته باشه. خارج از کلام خدا ما رو تعلیم نمیده. به طرق مختلف همه چیز باید همخونی داشته باشه و مشخصه. تعلیمیه که مربوط میشه به یاد دادن، یعنی روح خدا میخواد به من و شما یه چیزی یاد بده. این رو ما تعلیم روح خدا میگیم که همونطور که گفتم در یوحنا 14:26 مسیح به این مسئله اشاره میکنه، میگه همه چیز رو به شما تعلیم خواهد داد و منظورش هم از کلام و کلامی رو که من خودم به شما گفتم که میگه به یاد شما میاره. اما ما یک چیزی هم داریم به عنوان الهام روح خدا. الهام میکنه، البته با تعلیم روح فرق داره، ولی هدف از الهام هم توش میبینیم باز تعلیم هست. یعنی تعلیم هیچ وقت جدا از مطالبی که برای ما کشف میشه، مکاشفه میشه از کلام خدا. من اشاره کردم به این مسئله، میبینیم فرق نداره در همه اینها. در هر حال داره کمکمون میکنه که اون بلوغ روحانی رو داشته باشیم، هم شکل مسیح بشیم. میبینیم که در پولس رسول در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 ما میبینیم که اونجا اشاره میکنه که الهام روی وسیله‌ایه که روح خدا باعث نوشته شدن کتاب مقدس توسط نویسندگان خود کتاب مقدس شده. اونجا میگه تمامی کتب از الهام خداست. ما در واقع کتاب مقدس داره میگه که الهام خداست، یعنی این نفس خدا، اون دم خدا دمیده شده. حالا خدا اون رو در نویسندگان کتاب مقدس بگیم دمیده، نمیدونم، ولی نویسندگان کتاب مقدس خودشون تو نوشتن پیش قدم نشدن اینها، بلکه توسط روح خدا. کلام خدا میگه اینها به حرکت در آمدن. در واقع کلمه ای رو که استفاده میکنه انگاری اون بادی که تو بادبان کشتی میفته و جهت میده به مسیر کشتی، در واقع چطور کشتی رو به جلو میرونه. در واقع این کلمه ای که در یونانی براش به کار برده شده یه همچین معنی رو میده. حالا بگیم که روح خدا الهام میده به اصطلاح به نویسندگان، ولی در واقع اینها رو یه جوری مثل اون باد داره حولشون میده به طرف چیزی که پیامی که خدا میخواد به اصطلاح به نگارش در بیاد. ما در عبرانیان 1:1 میخونیم که خدا در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود. پس ما میبینیم که این مسئله صحبت کردن روح القدس، نبوت، تعلیم، الهام همیشه از اون شروع بوده و کماکان ادامه داره. باز در دوم پتروس باب 1 آیات 19 تا 21 باز به این مسئله اشاره میکنه. میگه میگه که این را نخست بدانید، در کل این چیز اینو میگه که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتن. این مسئله مجذوب شدن همون بادی رو که گفتم، این الهام اینجوری در واقع در اینها عمل میکنه که اینها از جانب خدا سخن گفتن. ببینید خدا روح خدا الهام میکنه. روح خدا مثل باد در اون بادبان به اصطلاح اینا رو ترغیب میکنه که بنویسن، ولی نویسندگان خودشون در جمع آوری اطلاعات و منابع، سبک نگارش، خودشون هم نقش داشتن در اون تحت هدایت روح القدس. وقتی از طریق روح خدا هدایت شدن، اون سبک نگارش و روش و چیزای اینا نویسندگان بودن، ولی اصل اون به اصطلاح خط اصلی توسط روح خدا، هدایت روح خدا بود. یعنی روح خدا تو این مسیر هدایتشون میکرد تا همه چیز رو مطابق پیغام خدا جلو ببرن و اون یعنی در حدی که ما میگیم کلام خدا خطا ناپذیره، اون مسون از خطاست. در واقع اون مسون از خطا بودن حفظ بشه، تعالیم همه با همدیگه همخونی داشته باشه. ما یه مطلب رو میتونیم یه مطلب دیگه هم به این سوال باز اضافه بکنیم. ما گفتیم تعلیم روح خدا و گفتیم الهام روح خدا، ولی بیایم یه چیز دیگر هم بهش اشاره بکنیم. همونطور تو مطالب خودم امروز گفتم، اون مسئله روشنسازی، مسئله مکاشفه. ببینید روح خدا الهام رو میده
نویسندگان رو هدایت میکنه که بنویسن. اون وقت این روح خداست که کمک میکنه فرد خواننده، من نوعی دارم که کتاب مقدس رو میخونم بتونم این رو بفهمم. به این میگن مکاشفه، کشف شدن، به اصطلاح روشن شدن. مغز ما انگاری اون یه چراغی تو مغز ما یهویی روشن بشه و ما میفهمیم، پس میبینیم که به اصطلاح منظور این آیه چی هست، روح خدا چی رو میخواد بگه. ما میبینیم روح خدا مرتب از شروع خلقت، حالا قبل از پیش از بنیاد عالم، میگه به هر حال روح القدس که از پدر پسر جدا نیست. ما میبینیم مرتب تثلیث مشغوله، مرتب مشغوله. ما در اول قرنتیان باب 2 آیه 10 که تشویق میکنم عزیزان بیننده رو این قسمت رو برای به اصطلاح همین مسئله مکاشفه روشنسازی اینو به دقت بخونم. اونجا میگه اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمقای خدا را تفحص میکنه. خیلی ممنونم، مرسی. این سوال خیلی جواب طولانی احتیاج داشت، بسیار ممنونم، مرسی از توضیحاتی که دادید. خب همونطور که دوستان عزیز در اول برنامه هم اشاره کردم، این برنامه از قبل ضبط شده و پس به صورت پخش زنده نیست، اما ما سعی کردیم که از دوستان بیننده‌ای که حالا دسترسی راحت تر بود بپرسیم در رابطه با موضوع برنامه، که اگر دوستان بیننده نظراتی دارن، سوال خاصی دارن در رابطه با این موضوع، حتما با ما در میون بگذارن. در این فرصت کوتاهی که داشتیم چند تا از این نظرات رو به دست ما رسیده و من میخونم. خواهر لویس جان، من چند تا از این نظرات بینندگان رو در رابطه با موضوع برنامه میخونم و در ادامه اگر شما هم راجع به این صحبت ها و نظرات چیزی رو میخواین اضافه کنین، بحث خاصی هست که دوست دارین راجع بهش صحبت کنین، میشنویم. اگر که نه، میریم در ادامه سوالاتی که از قبل باقی مونده. دوست عزیز ما نرگس گفتن که اسامی و معانی روح القدس در کتاب مقدس عبارتن از روح پاک، خدای یکتا، سومین شخصیت تثلیث، روح حکمت، روح یهوه، روح حکمت و خرد، روح حقیقت، روح مسیح، روح القدس، ذات خداوندی، ذات پاک، جان پاک، نور و حقانیت، روح خدا، نفس و روح زندگی، روح دانش و خرد، روح قوت، روح تسلی دهنده. کتایون هم گفتن که روح راستی، تسلی دهنده، مدافع و روح از اسامی روح القدس در اناجیل هستند. سرودها و آیات و رویاها و بعضی نجواها از روح القدس هستند و ما با صحبت به زبانها خود رو بنا می‌کنیم. اون بهترین دوست ماست و در واقع معلم و هادی ما به جمیع راستی هاست. و آقای سیروس هم گفتن تجربه من اینه که روح القدس وقتی در قلب ما ساکن میشه، ما از لحاظ روحی انگار به صورت با سیم وصل میشیم و وقتی از خداوند پر میشیم، روانمون و احساساتمون هم درست میشه و جسم بیچاره هم شفا پیدا میکنه. و ناهید عزیز هم همچنین گفتن روح و نفس خدا سمبولی از باد در مسیحیت، سمبولی از کبوتر، تسلی دهنده، مشاور، وکیل، مدافع، شفیع و ساکن در ما. روح القدس ساکن در مسیحیان هست و ما از مشاورت با اوست که زیست داریم در حیات تازه اشتباه نکنیم تا به آن رشدی که اهداف اوست جلو برویم، البته برای جلال و گسترش ملکوت خدا که برای ایران داره و به واسطه ایران برای کل خاورمیانه. این چیزی بود که من از نظر شخصی خودم دریافتم، که البته گفتن که خوشحال میشم اگر نظر اساتید رو هم در این مورد بدونم. نظراتی بود که دوستان عزیز بیننده در ارتباط با روح القدس و اسامی و نقش‌های او برای ما فرستادن. خواهر لویس جان، در رابطه با این صحبت‌ها نظر خاصی دارید؟ البته خب عزیزان کامل اشاره به عنوان‌هایی کردن که گفتیم امروز در این، حالا با یه عنوان دیگه، مثلا روح قدوس رو به عنوان روح پاک. ما میدونیم که روح خدا مقدسه. یا کتایون جان در مورد مدافع ما گفتیم بله به عنوان وکیل مدافع، شفاعت کننده، شفیع در واقع. یعنی کتایون جان به مسئله اشاره کردن که در مورد صحبت به زبانها هست. ببینید ما دو تا داریم، دو مطلب داریم که پولس رسول به این مسئله اشاره میکنه در رساله اول قرنتیان، به خصوص باب 12 و 14 رو وقتی که اینا رو میخونیم ما میبینیم که داره توضیح میده
در مورد پری روح القدس و بعد صحبت به زبانها. صحبت به زبانها یکی شخصی هستش، یکی هست که به عنوان نبوت پیام باید باشه برای کلیسا. به عنوان شخصی بله، هر روز ما باید به زبانها صحبت بکنیم. اونایی که به اصطلاح این مسئله رو تجربه کردن به عنوان بنای شخصی استفاده میکنیم. ولی وقتی که در جلساتی هستیم، اگر مطمئن هستیم مترجم هست برای این زبانها یا این پیام، یا خودمون اگر روح خدا ترجمه رو به ما میده، در اون صورت در جمع میتونیم بگیم. اگه نه، پولس رسول میگه که ساکت باشید، مبادا به خاطر افراد بیرون که میان فکر نکنن که شما به اصطلاح عقلتون طوری شده. این مسئله رو خواستم عنوان بکنم که صحبت به زبان‌ها یکی شخصیه، یکی به عنوان نبوت، یعنی یکی عطا است، یکی به عنوان بنای شخصی. پیروز جان گفتن که مثل سیمیه که وصل میشیم. من خودم این مسئله رو بارها تو تجربه شخصی خودم خواستم بگم فیروز جان، همین حس رو منم دارم. همیشه میگم انگاری این اون دو شاخه برق که باید بره تو برق تا برق جریان پیدا بکنه. برای من یه همچین حالتیه. هر روز احتیاج دارم به این منبع انرژی، به این منبع به اصطلاح حکمت، مکاشفه، بنای شخصی باید وصل بشم. و من با شما موافقم در این مورد و همین رو خواستم بگم که در مورد نظریات بینندگان عزیز با شما 100% موافقم. بسیاری، خیلی ممنونم. شیرین عزیزم گفتن درباره روح القدس دعا میکردم که خداوند این آیه رو در قلبم گذاشت، پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاریمان دهد. آمین. خیلی ممنونم از شما عزیزان که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. بریم بخش شهادت ها و در واقع تجربه ایمانی دوستان بیننده‌ای که با ما به اشتراک گذاشتن رو داشته باشیم و یکی از این تجارب رو بشنویم و برمیگردیم در ادامه با سوالات شما خواهیم بود. سلام به خادمین برنامه علامت سوال. من چند ماهی برای خانوادم دعا می کردم که از این شرایط سخت مالی راحت بشه. به شما پیام دادم که دعا کنید. خدا رو شکر. خدا خانواده ما رو برکت داد و به شکل معجزه آسایی شرایط شغلی خوبی برام ایجاد شد. ممنون از دعاهای شما عزیزان برای من و خانواده‌ام. درود به شما عزیزان خداوند. میخواستم شهادتی رو با شما در میون بذارم. من بعد از ایمان به مسیح حقیقتاً آرامش و شادی عمیقی در من به وجود اومد و خداوند دعاهای منو در نام عیسی مسیح اجابت کرده. ممنون از برنامه علامت سوال. سپاس از شما عزیزان که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. همونطور که میدونین برنامه از پیش ضبط شده و سوالاتی که اینجا مطرح میشه و پرسیده میشه از سوالات بینندگانی هست که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته برای ما فرستادن و در برنامه به صورت پخش زنده فرصت نبوده که سوالات پرسیده بشن. پس حتما پایین برنامه بشین. در این دقایق پایانی شاید سوال شما هم جزو این سوالات باشه. خالوی جان، سوالی رو دوست عزیز ما خانم مرزیه پرسیدن. گفتن که در شرایطی که ما ایماندار هستیم و پدر و مادر ما یا خواهر و برادر ما از زیارت برفرض کربلا میان و همه میرن دیدنشون، ما باید چی کار کنیم؟ اولا دوست عزیز مرزیه رو میخوام تشویق کنم که اینو به عنوان یه رسم بگیرید. این به این معنا نیست که رفتن و به اصطلاح خوش آمدگویی از کسی که از سفر برمیگرده تایید این سفر یا خدای نکرده برگشته از ایمان باشه براشون. به هر حال راه دوری رو رفتن، خانواده است،
کاملا ما در هر حال هدف بریدن از اینها نیست، بلکه ما میخوایم که اون رشته سلامتی به قول معروف نگه داشته بشه. من میگم خب شما هم برید دیدنشون. این دیدن به معنای این نیست که شما ایمانتون رو انکار کردید یا به این حساب بذارید که رفتید خوش آمد گفتید اینها رو، پس بیشتر به عنوان یه رسم ببینید، نه به عنوان تایید. ما نمیخوایم خدای نکرده توهین بکنیم یا اینکه چون با ما هم عقیده نیستن از خانواده ببریم، مگر اینکه خود خانواده ما رو ببره. اگه نه به نظر من تشویق میکنم که اون رشته سلامتی رو نگه دارید که فرصتی باشه اینها بتونن مسیح رو در زندگی شما ببینن. البته نه به حرف، منظورم در عمل تغییر رو ببینن در شما و تشویق بشن. بسیاری، خیلی ممنونم. دوست عزیزی هم گفتن که 2 سال هست که خانوادگی ایماندار هستن، اما پسرشون حسین ایمان نمیاره و خیلی هم براشون سخته و متاسفانه اعتیاد هم داره. گفتن که ما چگونه با او رفتار کنیم تا ایمان بیاره؟ بله، این همون چیزی رو که به مرضیه جان گفتم، باز تاکید میکنم مسیح رو تو خونه زندگی بکنیم. ببینید ایمان یک الزام شخصی، اجبار نیست، ارثی هم نیست. مسیح رو در خونه زندگی بکنیم. در مشکل ترک اعتیادش هر کمکی از دستتون برمیاد براش انجام بدید که آزاد بشه، ولی در کنار این کمک ها حتما باهاش دعا بکنید، حتما این امید رو در دلش روشن بکنید، تشویقش بکنید که با شما و با خدا همکاری بکنه و این وضعیتی که توش هست خواست خدا نیست. منتها همه اینها رو کلام خدا میگه حقیقت رو با محبت بگید. ببینید دعا یک اسلحه قویه که ما در دست داریم، خب، و درست از این اسلحه ما استفاده بکنیم. دعا رو به عنوان کوبیدن و برای چیز نباشه، حقیقتا از اقتدارمون در خداوند در دعا و همینطور برای تشویق به ترک اعتیاد این اقتدار رو به کار ببریم. ما هم برای حسین جان، من مطمئن هستم شبکه دعا گروه دعای 107 حتما من خودم با شما هم متحد هستیم، همسنگر هستیم. دعا میکنیم که حسین جان نه تنها آزاد بشه بلکه ایمان هم بیاره. من دعای من اینه که حقیقتا فقط یعنی اون هدف آزادی از اعتیاد نباشه، بلکه توی این وسط از آزادی از خیلی چیزای دیگه هم باشه که بتونن حقیقتا نجات خداوند رو تجربه بکنن و تو زندگی اون هدفی رو که خدا براش داره ببینن، اینو ببینن و با خدا همکاری بکنن. خیلی ممنونم، مرسی. دوستی هم پرسیدن که گفتن که من روی بازوم خالکوبی کردم. برادران مسلمان میگن که این گناه داره. آیا در مسیحیت هم گناه هست؟ ببینید الان خیلی مد شده، بهش میگم بادی آرت، یک هنرنمایی در واقع رو بدن. ببینید من خدای نکرده نمیخوام محکوم بکنم، نه میخوام تایید بکنم این مسئله رو. بله ما در عهد عتیق داریم که میگه که خالکوبی نکنید و اینا، ولی در جنبه‌ای که عهد عتیق داره بهش اشاره میکنه در رابطه با خالکوبیایی هست که بت پرستا برای مراسم مذهبی این رو انجام میدادن. من کاری ندارم مذاهب دیگه دارن چیز میکنن، ولی برداشتی که خود من از کتاب مقدس دارم بر اساس روش هایی که امتهای بت پرست به اصطلاح انجام میدادن برای مراسم مذهبیشون، کلام خدا قوم رو تشویق کرد که نکنن این کار. اما ما میبینیم الان خیلی از ایمانداران مسیحی حتی زمانی که ایمانم میارن میرن خالکوبی میکنن و اسمش هم هست بادی آرت و خیلی ها از این روش دارن استفاده میکنن برای پیام رسانی. مثلا یکی میاد یه آیه ای رو دستش خالکوبی میکنه. ببینید من نمیخوام محکوم کنم، نمیخوام تایید کنم، من میخوام هر دو جنبه رو بگم.
و این باعث میشه که خب سوال بکنم منظورت چیه، تو اینو نوشتی چی رو میخوای بگی، همین سر صحبت باز بشه برای بشارت. خیلی ها دارن این کار رو، یعنی از این طریق پیام میرسون. خیلی های دیگه هم میگن نه، کاری رو که خدا تو زندگی ما انجام داده در این مقطع ما میخوایم همیشه به یاد بیاریم، حالا میان یه علامتی. ببینید شخص به شخص فرق میکنه. اون گفتم ایمان یک الزام شخصیه. روح خدا مطابق هر کسی، یک خلق هر کسی رو میدونه. من خدای نکرده نمیخوام بگم یه چیز مذهبی شریعتی که این کار گناه اونچه، ما یه لیست بکن و نکن نداریم. در مسیح همونطور که گفتم به آزادی خونده شدیم، ولی کلام خدا میگه که آزادی خود رو صرف جسم نکنید. حالا اگر میخوایم از این مسئله برای پیام رسانی استفاده کنیم چه اشکالی داره؟ مشکلی در این مسئله نمیبینم. بله خیلی ممنونم. و سوال بعدی که یکی از دوستان پرسیدن، گفتن که عیسی چه کسی رو پرستش میکرد؟ بله خب ما در برنامه گفتیم که عیسی اون شخصیت دوم از تثلیث هستش، پدر، پسر، روح القدس. وقتی روی زمین بود مسیح به عنوان انسان کامل، خدای کامل، ما میبینیم که 33 سال روی زمین زندگی کرد. میبینیم اونجا در اناجیل ما میخونیم که میرفت به خلوت دعا میکرد. ما میبینیم که وقتی دعا میکنه میگه ای پدر، داره به پدر میگه. پس ما میبینیم که وقتی هم که حتی اینو میخواستم بگم که وقتی که میگه که شاگردان ازش میپرسن که چطوری ما دعا بکنیم، وقتی داره دعا یادشون میده باز کلمه ای پدر رو به کار میبره. پس ما میبینیم که او رو پدر یا پدر ما خطاب میکنه. دعا توش پرستش هم هست. من مطمئن هستم وقتی که به خلوت میرفت برای دعا فقط درخواست نبود، 100% توش پرستش بود و او خدای پدر رو زمانی که رو زمین بود میپرستید. ببینید تثلیث بسیار، شما دنیا هم توضیح بدید، این یه چیزیه که به نظر من ما هر چقدر با عقل بدونیم، هر چقدر ما اینو درک بکنیم، بفهمیم، باز هنوز نتونستیم ابعاد کامل این اتحادی رو که بین پدر، پسر، روح القدس هست با عقل زمینیمون باز کامل اینو درک کنیم، مگر زمانی که وقتی که به ابدیت پیوستیم اونجا دیگه خیلی چیزا برای ما باز میشه. ولی انقدر میدونیم که وقتی روی زمین بود او رو پدر خطاب میکرد، پدر ما خطاب میکرد و میبینیم که بارها برای برکت نان و چیز و اینها میگه خدا رو شکر میکرد. پس ببخشید بت نمیپرستید یا خودش رو نمیپرستید، خدای پدر رو میپرستید زمانی که روی زمین بود. بسیار عالی، خیلی ممنونم خواهر جان. من فکر می‌کنم حدوداً 1 دقیقه فرصت داشته باشیم که یک سوال از فرشیده من بخونم. گفتن که من رفتم داروی گیاهی گرفتم و وقتی که گرفتم متوجه شدم که از طب سنتی اسلامی هست داروش. آیا مشکلی نیست که استفاده کنم؟ خب ببینید باز ما افتادیم به اون مسئله شریعت و مذهب و از این حرفا. اگه دارویی رو گرفتید که حقیقتاً درمان مشکلتونه، دعا بکنید و هر وردی رو باطل بکنید و مصرف کنید. اگر مشکل درمان شما هست، میدونید که 100% اون چیزی هست که برای شما، اما اگه همینجوری میخواید بخورید به عنوان این که حالا یه تقویتی باشه، نمیدونم مقوی قلب و از این برنامه ها، باز میگم دعا بکنید. اگر وردی هست، چون 100% حتما ما که نمیدونیم اون پشت چه خبره، باطل بکنید و با خیال راحت مصرف بکنید. دیگه اینو میذارم به عهده خودتون. بله خیلی ممنونم. مرسی خواهر جان از فرصتی که دادین و با ما همراه بودین در این برنامه هم و موضوع بسیار پربرکتی که برای ما آوردید و سوالاتی که پاسخ دادید. امیدوارم که دوستان عزیز بیننده هم همچنین برکت گرفته باشن، استفاده برده باشن. همچنین شما دوستانی که با ما همراه بودید، به هر حال این برنامه‌هایی که از پیش ضبط میشه فرصت خیلی مناسبی هست که سوالاتی که از پیش مونده و در برنامه‌های زنده فرصت نبوده که پاسخ داده بشه، فرصت مناسبی هست که این سوالات هم پاسخ داده بشه. امیدوارم که شما عزیزان هم پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید. اما مثل همیشه تکرار برنامه رو شما عزیزان میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. بر روی فیسبوک و اینستاگرام Sat7 Pars Live تمامی سوالات به صورت ویدیوهای کوتاه
گذاشته میشه که شما عزیزان بتونید به راحتی دسترسی داشته باشید و همچنین بر روی کانال تلگرام علامت سوال فایل صوتی و تصویری این برنامه خواهد بود. اگر هم میخواین از طریق یوتیوب برنامه رو ببینین، راه دیگر است که میتونید کل برنامه رو از این طریق هم تماشا کنید، با دوستانتون اطرافیانتون به اشتراک بگذارید، به خصوص از طریق تلگرام که راه بسیار راحتی هست برای در واقع فرستادن فایل صوتی و تصویری. در طول هفته با ما در تماس باشید، سوالی دارید، نظری دارید، همچنین تجربه ایمانیتون رو فراموش نکنید برای برنامه علامت سوال بفرستید. تا هفته آینده تک تک شما عزیزان رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.